بسیارتر در دهات دیدم از کفشگری رو استفاده میبرند. اون برای پیشرفت زندگی، برای روزگار خیلی مفید میباشد و ما هم میخواهیم که این کسب رو از خود کنیم تا در آینده برای پیشرفت زندگی و خوبتر نمودن وضع زندگیمون استفاده بریم. برای یک زن 100 هنر کم است. ما در اینجا یک سال قریب که یک سال خواندیم و فعالیت استادان رو دیدیم. در اینجا باز پسران در مشغولیتشون دیدیم. ما هم شوق و ذوق پیدا شد و آمدیم در این کسب آموزی اشتراک نمودیم و میخواهیم که در آینده به دولت خود کم هم باشه یاردم است. در عائله ما پسر نیست، ما 2 دختر هستیم. پدر من این کسب ندارد. من آمده در همین جا دیده به این کسب شوق و رغبتی زیاد پیدا نموده. خواستم که این کسب رو از خود نمایم و از خود نمودم. من در عائله اولین نفری هستم که کفشگری رو از خود نموده و آموختم. من مدت 17 سال در لیسه کسبی صنعت کیمیایی شهری لبخان کار میکنم. خیلی که معلومات در سالهای پیشتر ذوق دختران اونقدر زیاد نبود. خب این 3 سال اخیر میشه که ذوق دختران نسبت کسب کفشگری برقم زیاد شده. چون که ما امروز شاهد هستیم که دختران در کسب کفشگری کار و فعالیت میکنند. ذوقشون به نسبت زیادتر است.